دانشگاه هم که مجانی بود. به دانشجوام که داشتم پول میدادم. یارو مثلا دانشجو از اصفهان میومد تهران، خب کسی پیش نداشته، خوابگاه براش زدم، یه پول تو جیبم توش میدادم. بعضیاتون هم که فرستادم خارج از کشور، به اونم پول میدادیم، میگفتیم آقا 4 سال درس خوندیم، ما بهت کمک کردیم، بیا برای دولت 8 سال خدمت کن، تازه حقوق هم بگیر. زیر پای همتونم که یه پیکان انداخته بودم، خیابوناتونم که آسفالت بود، موش و سوسک و مارمولک هم که داشتیم جمع و جورش می‌کردیم، تهران رو تمیز کردیم، شد یکی از پایتخت‌های قشنگ دنیا. به جز تهران، اصفهان، شیراز، اهواز، آبادان، خرمشهر، رشت، تمام شمال، چه مازندران چه گیلان، تبریز، کرمانشاه، همدان، خرم‌آباد، دیگه برات بگم زاهدان، بندرعباس، هی داشت قشنگ میشد، درست میشد دیگه. قشنگی رسید بود به شهرهای کوچیکی مثل فسا، جهرم، کازرون، دیگه بندر جاس، همین شهرهای کوچیک مثلا عراق، کاشون، قم، داشتم تمیز میکردم براتون. به زیارتگاهاتون احترام گذاشتم، نرفتم کردستان رو بمبارون کنم.